شروع. بهترین دستگاه برای کار خونگی؟ تکابین متوسط. بهترین دستگاه برای شروع کار؟ تکابین بلند 25 سینی. بهترین دستگاه برای سلفیجات مخصوصا فلفل دلمه؟ دو کابین 50 سینی. فروش بار خشک به صورت عمده یا بسته‌بندی؟ عمده جذاب‌تر. بهترین دستگاه برای افزایش ظرفیت با قیمت منطقی؟ دو کابین دو ترولی 100 سینی. اسلایسر میوه برقی یا دستی؟ دستی. بهترین دستگاه برای تولید تخصصی چیپس میوه در ظرفیت بالا؟ دو کابین 4 ترولی 100 سینی. خوشکن برقی یا گازی؟ قطعاً گاز. چرا زامنس؟ پشتیبانی خیلی خوب، قیمت مناسب، سرعت خشک کردن خیلی خوب و یک دست و یه چیزی که الان خیلی مهمه، شرایط پرداخت خیلی آسان. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.